با سلام خدمت هنرجویان عزیز. درس عکاسی 1 جلسه سوم، اجزای دوربین و انواع قطع دوربین. جلسه قبلی راجع به این صحبت کردیم که کار عکاسی با یک اتاق تاریک خیلی قبلتر انجام می شده و درسته که کار عکاسی انجام نمی دادن، اما تصویری که از بی نهایت شکل می گرفته به وسیله یک روزنه داخل یک اتاقی این نور وارد می شده و تصویر در ظل مقابل روزنه و دیوار ته اتاق تشکیل می شده که این سیستم رو وقتی توی یک جعبه بزرگ پیاده کردن به اسم کامرا ابسکورا اختراع کردن و از اون به عنوان مدل نقاشی استفاده میکردن و طرح‌ها و نقاشی‌هایی رو میکشیدن که خیلی همشکل طبیعت باشه و دقیقاً عین طبیعت باشه. بعدها چون تصویر خیلی فاصله تشکیل تصویر تا روزنه خیلی زیاد بود، بعدها اومدن چیکار کردن؟ اومدن به خاطر اینکه تصویر راحت‌تر تشکیل بشه از ابزاری به اسم عدسی استفاده کردن. خودتون میدونید که عدسی که امروز خیلی دم دست بخوایم بگیم، عدسی هایی که توی دوربین های و توی عینک ها و توی ضربین ها وجود داره، وسایلی هستن که گاهن نور رو متمرکز میکنن یا نور رو از هم دور میکنن. تو کامرا ابسکورا اومدن از عدسی استفاده کردن که نور رو متمرکز کنه، یعنی به جای اینکه تصویر بره مثلا در چند متری تشکیل بشه، این فاصله تشکیل تصویر رو کوتاه‌تر کردن و به این ترتیب یک دوربین عکاسی که قرار بود شکل بگیره 2 تا قطعش آروم آروم به دست اومد. قطعه اول که بدنه دوربین یا بادی دوربین هستش که توی دوربین‌های امروزی میگن بادی دوربین، همون اتاقک تاریکی هستش که تو همون مدل اولیه شکل‌های دوربین عکاسی شکل گرفته بود. و قطعه دوم که این عدسی که تصویر رو بیاره در فاصله نزدیکتر تشکیل بده، همون لنز دوربین هستش که امروزه ما برای مثلا خریدن دوربین بادی و لنز رو جدای از هم می‌بینیم که توی دوربین وجود داره. قطعه سومی که توی دوربین خیلی مهم هستش، خصوصا در دوربین های قدیمی، فیلم دوربینه. ببینید الان ما یک اتاق تاریک داریم که تصاویر رو که از نور تشکیل شدن، یعنی محیط اطراف رو به وسیله یک عدسی میاره در فاصله نزدیک تشکیل میده و ته اون اتاقک تاریک، حالا اتاقک تاریک ممکنه در اندازه کوچیکی باشه، حتما الزام این نیست که مثلا به اندازه یه اتاق بزرگ باشه، خصوصا وقتی توی تکنولوژی عدسی ها اومدن پیشرفت کردن، این اتاقک کوچیک و کوچیکتر شد. پس ما اتاقک تاریک رو داریم، بادی دوربینای امروزی، عدسیه که تصویر رو نزدیک میکنه فاصله تشکیلش رو که لنز دوربین میشه، و چیزی به اسم فیلم ما نیاز داشتیم که فیلم وسیله هستش که تصویر روی اون ثبت میشه و اینطوری نیستش که مثلا تو اتاقک تاریک قدیم عکسی که تشکیل میشد روی ضلع مقابل اتاقک روزنه، ضلع مقابل روزنه اتاقک تاریک، خب وقتی که مثلا شب میشد دیگه اون تاثیر وجود نداشت، ماهیتش نیاز داشت به ماهیت نوری که وجود داره. اما ما به یک وسیله نیاز داشتیم، به یک سطحی نیاز داشتیم که چیکار کنه؟ این تصاویر رو ثبت کنه و اگه 10 روز دیگه هم نگاه کردیم همون تصویر رو که ما از عدسی رد شده و توی اتاقک تاریک تشکیل شده، همون تصویر رو داشته باشیم، همون ماهیت عکسی که امروزه ما اونو داریم. وقتی عکسی میگیریم همیشه برای همیشه این عکس میمونه واسه ما. تو تاریخچه خوندید که دانشمندای شیمی و گاهن دانشمندای فیزیک به مرور دوربینی رو اختراع کردن که فیلم در ته اتاقک تاریک داشت و عکس روی اون فیلم تشکیل میشد و ثبت میشد و عکس موندگار میشد. بنابراین 3 قطعه اصلی دوربین اینجا میبینیم که شکل گرفته.
مطلب بعدی، خب اگر که دوربین هایی رو که از قدیم وجود داشتن و دوربین های فیلم خور بودن، یعنی چیزی به اسم فیلم داخل دوربین قرار می گرفت و نهایتا بعد از اینکه عکس‌ها گرفته میشد رو فرم‌های مختلف اون حالت نگاتیو پیدا می کرد، قطع‌های دوربین ها اندازه هاشون با همدیگه فرق می کرد. توی یکی از دسته‌بندی ها دوربین ها رو به 3 قطعه دوربین بزرگ، دوربین متوسط و دوربین قطع کوچک تقسیم میکنن. دوربین قطع بزرگ که دوربینی هستش که توی اون اندازه فیلم بزرگه، اتاقکش خیلی بزرگه و دوربین هستش که شما نمیتونید اون رو زیاد جابجا کنید برای کار عکاسی و خب قطعاً چون اندازه فیلم بزرگه، کیفیت عکسی که تشکیل میشد داخل دوربین کیفیت عکس خیلی بزرگ و با کیفیتی بود. دوربین قطع متوسط دوربینایی هستن که اون بدنه بادی یا همون اتاقک دوربین اندازش کوچیکتر هستش. این دوربین ها خب راحت تر نسبت دوربین قطع بزرگ قابل حمل هستن. یک مقداری کیفیت عکسشون از اون دوربین کمتره، اما همچنان به درد بخور و قابل استفاده هستش برای کارهای حرفه‌ای دوربین قطع متوسط. و دوربین قطع کوچک که دوربین هایی هستن که اندازه هاشون کوچیکه و خیلی راحت جابجا میشن و اکثرا برای کارهای خبرنگاری اینا استفاده میشن. بیشتر ماهیت تولید عکسشون یک عکس گزارشی هستش و نیاز نیست که تو این دوربین ها قطع دوربین بزرگ باشه. همین که یک حادثه رو ثبت کنه، همین که یک گزارش رو بتونه ثبت کنه برای این دوربین کافی. و مثل دوربین های قطع بزرگ یا متوسط انقدر بزرگ نیستن که جزئیات تصویر داشته باشن، پس اونا بیشتر برای عکاسی هنری و کارهای تبلیغاتی یا کارهای گرافیکی یا عکاسی پورتره به درد میخورن. اما دوربین قطع کوچیک برای کارهای مستند و خبرنگاری. خب عزیزان، تا اینجا درس ما تموم شد. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.